به این چه قرائته؟ گفته آقا میانگین آنتالپی CH رو به دست بیار. میانگین آنتالپی CH رو به دست بیار. اینو یادش بگیر. HH رو بهت داده، CC رو هم بهت داده. HH چون یادش بگیر، همین الان یادش بگیر. CC HH چون هیدروژن شعاعش کوچیک‌تره، آنتالپی پیوندش بیشتره. پس این بزرگتر از CC. پس این بزرگتر از CC. بذار جلوتر بنویسم. این نکته رو همین الان یادش بگی. کولاک. این تست هوش بود. اصلا تست درست 2 دقیقه زمان میبره، ولی بچه‌ای که هوشی این سوالو حل کردن زیر 10 ثانیه میتونستن بزنن. HH بزرگتر از CC. تا اینجا که مشکلی نداریم. چرا؟ چون شعاع هیدروژن کوچیک‌تر از شعاع کربونه. پس CH قطعا بین این دو تا از HH کمتر و از CC بیشتر. بچه‌ها اومده HH رو بهت داده چقدر؟ 435. CC رو داده چقدر؟ 348. باید CH بین این دوتا باشه. وای کولاک بود این سوال. تنها گزینه‌ای که بین این دوتا بود اینه 424. یعنی با نگاه میزدی سوال